اگه دوست داری یه طعم نوستالژی و قدیمی رو بچشی، پیشنهادم بهت این چیزکیک بیسکویت مادره که خیلی راحته، نیازی به فرو هم زنم نداره. اول از همه بیسکویت ها رو پودر میکنم، بعد بهش کره آب شده اضافه میکنم، 1-2 پالس میزنم تا خوب ترکیب بشه. بعد کف قالب میریزم. شما میتونی از رینگ یا تلخ هم استفاده کنی. اول با پشت قاشق صاف میکنم، بعد با گوشکوب فشرده میکنم تا موقع برش از هم نپاشه. میره توی یخچال تا خودشو بگیره. برای لایه دوم اول پودر ژلاتین رو به آب سرد اضافه میکنم. وقتی اسفنجی شد بنماری میکنم. بعد پنیر خامه‌ای و خامه رو با هم ترکیب میکنم. بچه‌ها شما میتونید مثل من از خامه فرم گرفته‌ای که تو فریزر داشتین استفاده کنین یا اینکه از خامه صبونه استفاده کنین. اول با لیسک خوب ترکیب میکنم تا خامه باز بشه، بعد با ویسک هم میزنم تا یک دست بشه. میتونی از همزنم استفاده کنی ولی ضروری نیست. بعد ژلاتین بنماری شده ای که از حرارت و داغی افتاده رو یک باره بهش اضافه میکنم و مرتب هم میزنم. یه دور هم با لیسک دورگیری میکنم تا یک دست بشه. بعد از اینکه کاملا یک دست شد داخل قالب میریزم، روشو صاف میکنم، چند بار روی سطح کارم میزنم تا هوایی نمونده باشه. برای تمیزتر شدنش هم دور قالب رو با دستمال برمیدارم. دوباره میذارم داخل یخچال تا خودشو بگیره. برای لایه سوم دقیقاً مثل مرحله اول بیسکویت ها رو پودر میکنم، بعد بهش کره آب شده اضافه میکنم و ترکیب میکنم. بعد شیر رو اضافه میکنم و دوباره ترکیب میکنم تا به این غلظت برسه. حالا روی مواد پنیری میریزم، با قاشق چای خوری روشو طرح میندازم. شما میتونین با پالت یا هر چیزی که دوست دارین یا حتی شونه های پلاستیکی طرح بندازین. میره توی یخچال تا کاملا دیگه خودشو بگیره. برای تزیینش هم از پودر بیسکویت و پرک بادوم استفاده کردم. حتما درستش کنین و عکسای خوشگلتون رو برام بفرستین. اگه به کیک‌های کافی شاپی علاقه داری، پیج من خیلی بهت کمک میکنه. میتونی یه سر به هایلایت کیک کافی شاپی مدرن هم بزنی. اونجا کلی کیک‌های خوشمزه و متنوع داریم.